یکی از ادویه هایی که بسیار پرمصرفه و در سبک زندگی ایرانی استفاده میشه زردچوبه است. زردچوبه به دلیل داشتن خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و کرکمین میتونه در بهبود سلامت پوست، درمان جوش سیاهی دور چشم، تقویت سیستم ایمنی، بهبود عملکرد مغز و حافظه، کاهش دردهای التهابی و قاعدگی، تنظیم قند خون، کمک به لاغری، سلامت قلب و کبد مورد استفاده باشه. البته این ادویه با خاصیت ضد سرطانی و تسکین دهنده طبیعی میتونه در پیشگیری از بیماری‌های مزمن نقش مهمی داشته باشه، اما مصرف بیش از حد اون میتونه به مشکلات گوارشی و کبدی منجر بشه و باید با احتیاط مصرف کرد. و البته چیزی که مهم هست، باید از جاهایی که مطمئن هستید خرید بکنید، چون ممکنه به صورت غیر استاندارد هم تهیه بشه.